سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به چنل من عزیز گیمر هستم و امروز اومدیم پارت 9 بازی بولی رو با هم بریم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. یادتون نره حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برای ما کامنت بذارید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. بزنیم بریم سراغ گیم پلی بازی که داشته باشیم. که بله، همونطور که می‌بینید فضای شهر زمستونی شده و ما وارد فصل زمستون شدیم. خب الان چه کلاسی داریم؟ آرت 3. بعد از مدت ها می‌خوایم کلاسمون رو شرکت کنیم. ببینیم کلاس ما چه شکلیه. یه نوشابه هم بزنیم. این از پارت اول بهمون نکرد. هر سری میاد اینجا دنبال من به ماموریت میده. آخر سر یه پارتی بزنیم، یه ویدیو بزنیم که این ماموریت‌های فری رو همه رو بریم. ای ایوه تموم شد. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. احسنت. Stop it. Get some help. This is very. ببینیم چه ماموریتایی داریم. کوکس کراش یعنی کراش آشپز. اون ماموریتایی که برای آشپزم رفتیم ادامه‌اش الان ما هم بزنیم. چه سیگاری هم میکشه. سیگار تو هواست. سیگار تو هواست. Oh, hey, kid. How do I look? Great. Who's the lucky guy? Dr. Watt. The chemistry teacher? I don't know what it is about that guy, but every time I get a look at his bald head and manic eyes, I go all gooey inside. Okay, that's enough information. Thanks. Yeah, it's true. Love is blind. I sure hope so. Hey, kid, I need you to do me a favor. Dr. Watts doesn't actually realize that we're going on a date yet. But we are. And I need to get ready. So, can you get me Ms. Phillips' perfume from the staff room? You know where that is, right? Oh, and I almost forgot. Some candy and some sedatives. And for the sedatives, don't buy them. Just look for them in the trash. Yeah. Okay, I can do that. Good. Gorgeous. گرافیک بازی رو میبینید که سیگار اونجایی که مثلا نارش بشینه رو حواس. آیتماشو باید داشت براش جمع کنیم. الان یه دونش جمع شده. جالبه. محیط بازی رو میبینید که چیزه. خب میازیم اتاق دورشون کن. خوش میدیم بهشون. میگیم خیلی عوضی هستی. واقعا عوضی همینطوری دارن دنبال من میاد. گم شد دیگه. والله بخدا. خب گم شدن. خب اونا غیب شدن. مطابق مأمور. خب میریم داخل این اتاق. این چه وسیله‌ای هست؟ یه دونه نوشابه میزنیم به عشق همین نوشابه که اینجا داریم. Nice. This'll keep me going. آره. This might come in handy. نوشابه زدیم تمیز بود. خب یه آیتم دیگه هم هست. اون یه دونه آیتم من نمیدونم چجوری اون آیتم رو هوا با آیتم داد یا نه. شاید رو هوا با آیتم داده. ما هیچ وقت دوچرخه نمیخریم. از بقیه قرض میکنیم. این کار سرقت نیست. در واقع ما داریم دوچرخه ازش قرض میگیریم.
انسانی و اخلاقی نیست. به جدتون قسمتون میدم دیگه از این کارا نکنید. چه آیتمی هست ما باید تو آشغالا دنبالش بگردیم؟ نمیدونم تو آیتم ها چی بود که این پیرمرد بیچاره رو موت گذاشت. اوکی دوستان عزیز، اگه دوست دارید که ما لباس های ویژه برای زمستون تو این بازی طراحی کنیم، حتما تو کامنت ها به من بگید چجوری باشه. و راستی اینم یادم رفت بهتون میگم که برید از من اگه ویدیوهای قبلی بولی رو ندیدید حتما برید از اول نگاه کنید، خیلی قشنگه، توصیه میکنم از دستش ندید. اوکی بریم داخل اینجا. خب آیتمش هم باید بریم کلاس داریم، دوباره کلاس ورزش داریم. Hey, Edna, I got your stuff. Hey, Edna, you old bat, I got your stuff. Oh, whoa. Look! Fantastic. If I was 50 years older, I'd date you myself. Ah, thanks, kid. Where's the perfume? Right here. That's it. Oh, thanks. I needed that. Perfume. I get so nervous before a date. Yeah, well, good luck, Edna. Hey, kid, wait! I need you to do me a favor. Another one? Yeah! What's in it for me? Ha! I won't spit in your food. Will you spit in Mr. Hattricks if I say yes? For you, kid, I'll do worse than spit. Okay. What do you want? I want to go on a nice date with Dr. Watt. So go then. Have fun. Yeah, well, you know what you kids are like. You see a beautiful couple out on a date, and you're bound to do anything to ruin it. You got a point. So listen, I need you to watch out for me and keep those disgusting kids away. بازی هم البته قدیمیه. $40 به ما داد، دمش گرم واقعا لارجه. $40 به ما داد. $40 الان کلی پوله. اینجا هم حساب کنیم. کلاس داریم، کلاس ورزش هنوز تموم نشده، به خیالش. ما گله‌های برفی رو میگم. فکر کنم اصلا یه سری از این ماموریت‌ها بعد از ظهر باز بشه. من همین حسه میزنم. پلیس الان دنبال منه؟ فکر نمی‌کنم. نه دنبال من نیست. دوچرخه وسیله خوبیه، من تا هیچ وقت ازش استفاده نمی‌کنم. کلی دوچرخه میخرم بعد همه رو انبار میکنم. خب گولای برفی بالز آف اسنو. Hey, kid. You got a light? No. Okay, then you want to sit on my knee? You want a kick in the balls? I'm sorry, kid. I'm just a little down on my luck. I mean, 1 year I'm living in Greenland with a posse of elves and some talking reindeer. And the next, I'm getting treated like a drunken fool, thrown out of the North Pole and put to work in a dump of a town like this. Okay, man, now you're kind of creeping me out. Why does everyone say that to me? چی گفت؟ Whoa, I can't imagine. I mean, the other kids was just abusing me. مست. Calling me a pervert, throwing snowballs at me. You're just like them, little red-haired bully. Hold on, which kids? Those ones over there. The tough kids, damn it. Not the rich kids from fancy schools like you. The Molly Connolly, the Maurice boys like you. Yeah, that's me. They keep attacking me, man.
I can't take it no more. What happens to the old days? I miss Prancer. اون تو دستت الان آجی. He was always my favorite. حس میکنم با پشت دستش گرفته. بطری با دستت چسته آجی. I'm falling apart here. Hey, listen, man. Where are these kids? Over there somewhere. بنده خدا هوش خدا نداره داریم میفته. خب از اینجا باید بریم بالا. یه مشت برف هم اینجا هست، یک کپه در هست. میریم پشتش. خب الان باید 10 نفر بزنیم. این هم از این. اینا ریشکیزا هم نیستن، اینا چانیز بوی هم. اشتباه میکنم. یه دونم بشنه با لامسته. اشتباهی که دیگه بود. خب هر 10 تا هم زدیم. خب Hey! Whoa, hey, easy. Thanks, man. You're all right. Oh, Whoa! Well, good luck with those reindeer, you maniac. او $20 به ما داد برای لباس هم داد. میبینیم چیه بعدن میریم نگاه میکنیم فعلا Jimmy Hopkins وقتشو نداریم. تایم ها پره. یا تصادف کردیم. دم شما خودت هم داری میدوزیش. میگن دوز از دوز بزنه شاد بزنه. دقیقا مسئلش همین. 2,000 years later. فکر کنم اینجا درسته. ایول رسیدیم. خدا رو شکر. خدا رو 3000 مرتبه شکر رسیدیم. خیلی مسیر طولانی شده بود. استارت میکنیم ماموریتو. خب از درخت ما بریم بالا. این دو گل ناشکفته اونجا قرار دیت بذارن، ما ازشون مراقبت کنیم. نذاریم دیتشون خراب بشه. باحال بود. اوکی. یارو با چه سیس خسته اینم راه میره. اینا رو فراری دادیم. برو گم شو. خوبش اینه که این پر میشه دوباره. گم شو اونور. تو هم برو. همه تو برید. اوکی. این مردمان بیگناه میدونه بزنم. کیف میده. تو هم برو. ناموسن خدای معلوم نیستی که بالای درخت داره اینا رو میزنی. واکنش اینا تحریک چی میگن؟ کنجکاویشون تحریک نمیشه. یارو از اون ور داره میده. آخه دیت اینا چه چیز جذابی داره اینا موقع خرابش کنن. انگاری رومئو و جولیت هست. زن شبیه زامبی مونه.
اینا تمام هم نمیشن لامستا. یه استراحتی بکنیم. استوب پلیز. Hey, Edna, you know I really love. خوبشون سریع دوباره پر میشه. Why are you wasting your time with that way? چون تو موندی اینجا من 2 تا بهت میزنم. بعضی از رو نمیرن، یکی میزنی بازم هستن و 3 تا بهشون میزنی. چرا زر میزنید؟ تمومش کنید. وسط لهو و لعب و 1 دقیقه 1 minute more 1 more minute چکن میزنم. خدا را شکر تموم شد. Oh no! The visions are back! Get back, foul fiends! Come on, gorgeous. It's about time I show you what I know about chemistry. And a little biology. شو سرویس. اسپیس اوکی. I might need that. آمان چیز جالبی نبود. مواردشون تموم شد. خدا رو شکر. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یادتون نره حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برامون کامنت بذارید. اگه دوست دارید که ویدیوهای بیشتری تو این سبک بسازیم حتما تو کامنت ها برامون بگید. ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید. قربان شما، خداحافظ.